مقامات تاجیک پس از زمین‌لرزه خرابی‌آور در ترکیه و سوریه و زلزله‌های اخیر در تاجیکستان در فکر سنجش صفت ساختمان‌ها شدند. یک تحقیق مسئولین معلوم کرده است که اکثر خانه‌هایی که در زمین‌لرزه هفته گذشته در ولایت سوخت خراب شدند به صفت ساخته شدند. در پی زلزله روز 23 مارس صدها خانه پره یا قسماً آسیب دیدند. حالا مجلس ملی تاجیکستان از دادستانی کل خواسته است تا باوری بناها را به زلزله تحقیق کند. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین، چرا محض از دادستانی چنین تقاضا شده است؟ سلام بینندگان عزیز. بله زرانگیز، در قرار مجلس ملی که پس از حسابات دادستانی کل به این مجلس روز 17 مارس صادر شده است، گفته می شود که با نظر داشت زمین لرزه های خرابی‌آور در منطقه، دادستانی باید معیارهای شهرسازی و صفت کار و مسائل ساختمانی را سخت‌تر نظارت کند. ظاهراً این تصمیم هنوز پس از زمین لرزه خرابی‌آور که در ترکیه و سوریه در ماه فوریه رخ داده بود گرفته شده است. گذشته از این دادستانی یک نهاد است که رعایت قانون‌ها را در کشور نظارت می‌کند. این تصمیم هم در شب و روز اعلان شده است که هفته گذشته در تاجیکستان 2 زمین جنبی سخت روی داد و 10 بنا خراب شد. کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده طی 3 روز پیامدهای زلزله شب 23 مارس را تحقیق کرده است و به این خلاصه آمده است که یکی از سبب‌های اساسی ویران شدن منزل‌های ساکنان ساختمان نادرست خانه‌ها است. به اطلاع مسئولین، خانه‌های آسیب دیده بدون رعایت قاعده‌های ساختمانی و به ته‌کرسی بنیاد شده هنگام ساختمان چاره‌های ضد زلزله‌ای به نظر گرفته نشده است. در ترکیه و سوریه هم به گفته مقامات این دو کشور محض خانه‌های بیشتر تخریب شدند که به صفت ساخته شدند. صفت ساختمان بلندآشیانه‌ها در تاجیکستان همیشه از جانب ساکنان تنقید می شود و فکر می کنم که زمین لرزه های اخیر در ترکیه و خود تاجیکستان هشدار جدی به مقامات بود و این را جدی گرفتند. بله، مومین، حجم زیانی رسیده به ساکنان در ولایت سوخت و منطقه رشت حساب شده است؟ بله زرانگیز، امروز یعنی 27 مارس کمیته حالت‌های فوق‌العاده حجم ضرری رسیده به ساکنان در منطقه‌های کشور را اعلام کرد. به اطلاع نهاد در پی زلزله در کوهستان مسجد 318 خانه ضرر دیده است. تنها در دهه پلدارک ناحیه 165 خانه آسیب دیده، 4 خانه پوره تخریب شده است. همچنین خانه‌های ساکنان دهات یرم، پکشیف، دهمنار، دشت میانه، راغ، سمجان و جماعت لنگر هم ضرر دیدند. زلزله در ناحیه رشت به 32 و در نورآباد به 17 خواجگی ضرر سبک رسانیده است. مقامات همزمان تاکید کردند که حساب و کتاب حجم ضرر رسیده به ساکنان هنوز پورا نهایی نشده است. آنها گفتند سری وقتی به آفت زدگان کمک کردند، اما ساکنان از دهه‌های ضرر دیده با ارسال نوار و عکس‌ها گفته بودند که کمک‌ها برایشان دیر رسیدند. تشکر. مومین احمدی درباره زمین لرزه های اخیر و تصمیم مقامات برای سنجش بناهای استقامتی صحبت میکرد. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.